سلام بچه‌ها، اسم من نیماست. به کانالم خوش اومدید. سال جدید رو بهتون تبریک میگم. آقا امروز میخوایم بریم آموزش نصب ماد تو بازی ماینکرافت رو با هم یاد بگیریم. من داشتم با دوستم عمو کلول بازی میکردم. از خونمون که دور میشدیم بریم سفر تو ماینکرافت، لوکیشن خونه رو میدونم که براش نشون میده کجاست و اینا. پرسیدم چیه داستانش، به من گفت که خب ماده. گفتم ماد چیه؟ برام توضیح داد ماد چیه و اینا. رفتم دنبالش که یاد بگیرم نصب کنم. ویدیوهایی که تو یوتیوب فارسی بود برای 2-3 سال پیش بود، واسه وقتی بوده که خب ماینکرافت یه ذره ورژنش قدیمی تر بوده و نیاز داشته شما فورج خودتون نصب کنید و اینا. ویدیویی که من امروز میخوام براتون رکورد کنم و آموزش بدم واسه نسخه‌های جدیدتر ماینکرافت، یعنی لازم نیست شما فورج جدا دانلود کنید، مادو جدا، که بتونید یه مادویی رو نصب کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما کانال منو سابسکرایب کن. من ویدیوی ماینکرافتی زیاد میخوام بذارم براتون و حمایتتون باعث میشه که من پرکارتر بشم. بریم سراغ ویدیو. بچه نصب ماد 2 تا روش کلی داره برای ماینکرافت. یکیش که سایت کرس فورجه که خب سلطان ماب‌های کل بازیاست. ماب‌های ماینکرافت هم همشو داره و کلا منبع جامعه برامون. یعنی هم خود تیلانچره. روش اول که کرس فورج رو با هم میرین. شما توی مرورگرتون سرچ میکنید kersforge.com، همین لینک آبی که من براتون الان آبیش کردم، و سایت که براتون میاد بالا فیلتر هم نیست، خیالتون راحت باشه. اولین بازی ماینکرافته، میزنید روش، چپ بالا قسمت کاتگوریزشه، میزنید روش. یه سری چیزا داره که خب دیتا پکسه که خب نصب میکنن مادز و ماد پکس. ماد پکس به طور کلی چند تا مادو کرده یه نفر مثلا توی پک که مثلا جمع آوری شده است، حالت اون دستسازه. خودتون هم میتونید این کارو کنید، خودتون میتونید ماد پکس بسازید. ما میریم قسمت ماد. راستی اینجا شیدر هم داره، اگر خواستید من آموزش نصب شیدر خودم و یه سری یوتیوبرای معروف رو براتون بذارم کامنت بذارید، برام درست میکنم براتون. میرید تو قسمت ماد که خب میبینید 500 صفحه ماد براتون میاره. اینجا سورت بای رو میزنید، میتونید بر اساس پاپولاریتی محبوبیت بزنید که خب الان میبینید این 300 میلیون دانلود داره. یا لیتست آپدیت، یعنی مثلا جدیدترین ها که اومده. الان این ماد برای 3 اپریل امسال بود. یا بر اساس توتال دانلود یا همون بیشترین دانلودی که انجام شده براتون مادا رو میاره. این قسمت بالا هم که خب میتونید اسم مادی که میخواید نصب کنید رو سرچ کنید که خب ما اینجا یه ماد معروفی داریم به نام نیتس که خب میزنه جون مابا رو بالا سرشون، اونو میخوایم سرچ کنیم. خب برای بچه سرچ که میزنید اسم مادو، اگه وجود داشته باشه همچین مادی حتما براتون این سایت میاره، چون خب این سایت میگم بالای چندین هزار ماد تولید شده توسط کاربرا رو داره. نیت هم که زدیم آورد اولیشو، میزنیم روش. مهمترین نکته توی نصب ماد اینه که حتما برید چک کنید که ماینکرافتتون چه نسخه هستش که ماد رو برای اون نسخه شما باید دانلود کنید. یعنی مثلا برای من 1.20 من برام ماد رو روی 1.18 دانلود کنم اجرا نمیشه روش. اینجا هم گیم ورژنز هستش، میزنید ویو آل، ورژن بازیتون رو حتما بدونید و از این قسمت سمت چپ ورژن رو میتونید بخونید ببینید کدوم ورژن برای شماست، اون رو دانلود کنید. من 1.20 فورج. خب اینم باید بهتون بگم اینجا که حتما ورژن بازی باید رو فورج باشه که ماد روش نصب کنید، چه اونایی که ماینکرافت جدید دارن چه قدیمی ها باید خودشون میرفتن فورج دانلود میکردن جدا الان، ولی خب لازم نیست اون کار دیگه، راحت نصب میشه. میزنیم روش، دانلود رو میزنیم، یه 5 ثانیه بعد وایسیم. اینجا یه سری لپتاپ و کامپیوترها ماد و ویروس تشخیص میدن، حالا شما نترسید، کیپ رو بزنید دانلود شه و وقتی که دانلود شد اینو بعد ببرید بذارید تو پوشه مادز بازیتون. پوشه رو چجوری پیدا کنیم؟ میارید توی کامپیوترتون ماینکرافت رو سرچ میکنید و میبرید توی قسمت مادز، بذارید فول اسکرین کنم براتون. من هنوز هیچ مادی ندارم، خالیه. کپی پیست میکنیم و خب بچه برای اینکه نشون بدم این نصب شده و چیز خاصی قرار نیست انجام بدید، ببینید نیتو که ما نصب کردیم میایم بالای این سرشون میبینیم که همه مابا
یه دونه نواری بالا سرشون هستش که خب این تو نسخه عادی ماینکرافت نیستش و ما اینو بزنیم دمیج میخورن، جونشون کمتر میشه. پس روش اول شد سایت کرس فورج، پیدا کردن اون مادی که میخواید از طریق سرچ کردن توش، و بعد از اونم که حتما به ورژنی که دانلود میکنیدش دقت داشته باشید. دانلودش هم هیچ کاری نداره، مثل این میمونه که بخواید یه دونه هر چیزی که عادی یعنی دانلود کنید، نه فیلتره نه چیزی. روش دوم از طریق خود تیلانچره، یعنی شما توی تیلانچر هم میتونید مادهای مختلف رو پیدا کنید و حتی دیگه لازم نیست برید کپی کنید توی پوشه مادزتون، از همینجا اینستالو بزنید این ماد براتون اتومات نصب میشه. شما میایید توی قسمت تیلانچر مادز که این گوشه هستش و بغل اینتر گیمتون هستش، میزنید یه صفحه براتون باز میشه. اینجا شما اگه ندارید مادپک باید یه مادپک بسازید و بعد برید ماد انتخاب کنید که بذارید توش. ما اینجا یه دونه میسازیم با هم، اسمش هم میذاریم سابسکرایب کن. اگه سابسکرایب نکردی خداییش برو سابسکرایب کن. و گیم ورژن رو میزنیم روی 1.21 که خودمون داریم بازی میکنیم. ریلیز تایپ هم فورج بازی میکنیم، میذاریم روی فورج. این ورژن نیم هم دست نزنید بهش. توی ماد پکمون برای اینکه بخوایم ماد بیاریم نیتو سرچ میکنیم. بذارید من قبلا کرده بودم این کارو دوباره سرچ کنم براتون که فکر نکنید اتفاق عجیب غریبی افتاده. نیتو که بزنیم اینستال رو میزنیم. اینستال که بزنید میره توی اینستال مادز، یعنی مادهایی که تا الان نصب شده. و خب شما اینجوری میتونید چندین ماد مختلف نصب کنید و راحت باشید. مهمترین نکته هم که اینجا بخوام بهتون بگم که کمک کنه براتون اینه که مادی که به ورژنتون بخوره بغلش دکمه سبز اینستال داره، یعنی شما لازم نیست برید ورژن چک کنید، میبینید اینجا اینستال داره میتونید این ماد رو نصب کنید. الان این مادایی که ما تو تصویر میبینیم همش برای من اینستال داره چون همشون مادهای جدیدن. آخرین ورژنی هم که اومده ازشون برای 1.24، من 1.21 بازی میکنم حتما اومده. الان مثلا آیرون چست رو بخوایم ما نصب کنیم میزنیم اینجا میاد توی اینستال مادزمون. خب بچه امروز تونستیم از دو روش ما ماد نصب کنیم روی ماینکرافت های نسخه های جدیدتر، چون ویدیوهایی که توی یوتیوب من دیدم یکم گیج کننده بود چون واسه قدیم بودن، بعد میاد توی فورج دانلود میکردی و این الان لازم نیست این کارا رو بکنی. با هم یه تست کردیم که دیدیم تو بازی اومد و خیلی ساده. اگه بازم سوالی براتون پیش اومد تو فرآیند نصب ماد حتما برام کامنت کنید، میخونم جواب میدم. آموزش های دیگه ای هم خواستید که تو چنل من ببینید حتما برام بنویسید، من براتون ویدیوشو قطعا میسازم. بچه لینک دانلود اون مادی که رفیقم بهم گفته بود که یه ای میزدی لوکیشن جایی که قبلا بودی، برای وقتی که میخواید برید سفر تو بازی و اکسپلور اینا کنید میتونید برگردید به لوکیشن اولیه‌تون بدون اینکه بخواید مختصات اینا چک کنید. میذارم تو دیسکریپشن، خواستید برید از توی کرس فورج دانلود کنید یا برید توی همون تیلانچر. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، با حمایتاتون باعث میشید که من پرکارتر بشم. دوستتون دارم، لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه.